یکی از بزرگترین نگرانی‌های من و دغدغه من مسئله بحران آب در ایران هست. در واقع بگم اگه آب نباشه حیات نیست و خود این بحران آب در ثبات کشورمون میتونه تاثیر خیلی منفی داشته باشه. مهاجرت‌های اجباری، دعوا سر کمبود آب، چیزهایی که واقعا فراتر از امکانات هر دولتی ممکنه به وجود بیاد. این دلسوزی رو در ذهن در خیلی از هم‌میهنانمان نه تنها دیدم و شنیدم. حفاظت از محیط زیست، از حمایت از حیوانات، آلودگی محیط زیست، این چیزی نیست که فقط مستلزم تخصص و برنامه باشه. این یه دلسوزی است که هر شهروندی بایستی نسبت به کشورش داشته باشه. چرا رو میگم؟ برای اینکه فکر می‌کنم یکی از بزرگترین صنایعی که در ایران خواهیم داشت، بله نفت داریم، گاز داریم، ولی گردشگری در ایران میتونه بزرگترین صنعت باشه و بیشترین درآمد رو در سطح مملکت برای بسیاری از هم‌میهنانمون فراهم بکنه. ولی کسی نمیاد در کشوری گردشگری بکنه که رودخونه‌هاش خشکیده باشه یا به هر حال محیط ناسالمی و آلوده‌ای داشته باشه. اینو به این مفهوم میگم که خیلی از مسائلی که در نظر داریم متکی بر این هستش که این حکومت دیگه نباشه سر کار تا بشه اون وقت برنامه‌ها رو انجام داد. ولی خیلی کارها هست که از همکنون میشه انجام داد و منتظری نباشیم تا رژیم بره که تازه شروع بکنیم. برای اینکه به قول معروف جلوی ضرر رو هر جا بگیریم منفعته. و از این لحاظ ضمن سپاس از بسیاری از هم‌میهنان دلسوز که این رو در عمل نشون دادن، این رو 2 چندان اضافه تر عمل بکنید. این کمک میکنه به رسیدن هرچه سریعتر برگشت به این روند پیشرفت و ترقی. و از تمام اون کسانی که به خصوص هم‌میهنانمون در داخل ایران که این کار انجام دادن، بدونید که ما خبر داریم و ازشون سپاسگزاریم و تشویق بیشتر میکنم که در این راه کوشا باشید. امیدوار هستم که از این طریق ما بتونیم با بیشترین ظرفیت و امکانات ممکن از جانب شما مردم که همطور که می‌دونید سهامداران اصلی کشور هست